مطابق نقشه اجنسی دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت در شهر حصار یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد گذرانده شد. در یارمارکه مذکور نزدیک به 37 کارخانه، تشکیلات و اداره‌ها و مؤسسه‌های شهر حصار اشتراک نمودند زیاده از 306 جایهای کاری خالی را پیشنهاد کردند. تا امروز از طرف ریاست اجنسی دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت در شهر حصار طریق گذراندن چنین یارمارکه جایهای خالی صدها نفر شهروندان بیکار به کار تامین گردیدند و 50 نفر برای کسب آموزی راه داده شد. در مجموع قریبی 200 نفر شهروندان بیکار به شغلناکی جلب کرده شده است. و پیش از همه در پیام امساله سرور دولت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آمدگی است که ما باید بیشتر جایهای کاری نو در تمام شهر و ناحیه‌ها زیاد کنیم و بیشتر جایهای یارمارکه‌ها را بیشتر گردانیم که تا اینکه مردم به جای کار یعنی طلبات به بازار مهنت به جای کار موافق پیدا نماییم که مردم صاحب جای کار گردند. در سال 2018 بر ریاست اجنسی دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت در شهر حصار قریبی 176 نفر شهروندان بیکار مراجعت کردند. از این 105 نفر در ساحه‌های گوناگون با کار تامین کرده شدند. در اساس شرطنامه طرفین با مرکز تعلیمی به 199 نفر به کسب آموزی کورس‌های کوتاه مدت راه داده شده است. با امروزه یارمارکه از طرف ریاست اجنسی شغل اهالی و اشتراک کرده و با خود یک جای کار موافق یافتم. مینداری خود را به ریاست اجنسی شغل اهالی میرسونم که چنین یارمارکه ها را تست بیشتر پیشنهاد کنند که همه ساکنان شهر حصار با جای کار خود تامین شوند. ریاست اجنسی دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت در شهر حصار از روی نقشه در هر 3 ماه چنین یارمارکه ها را تشکیل می نماید. امروز در این یارمارکه در 13 تشکیلات و کارخانه و مؤسسه نزدیک به 50 نفر صاحب جای کاری دائمی گشتند. گزارش خورشید حلیم و فیروز میرزایف از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید.